سوال 34: شاخه‌های ایمان چند تایند؟ جواب: ایمان زیاده از 70 چند شاخه دارد. چون در حدیث ذکر شده است. بالاترین شاخه‌های ایمان این گفتن کلمه لا اله الا الله. پایین‌ترین شاخه اش باشد شاخه ایمان، یعنی تازه کردن راه مردم از آزار و زیان یا که آزار و اذیتی که به مردم میرسد و فرمودن که پیامبر که حیا یا که شرم نیز از شاخه‌های ایمان است. و در این معنی حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است گفتند که الایمان بدع و 70 شعبه. ایمان 70 چند شاخه دارد. فافضلها قول لا اله الا الله. افضل ترین شاخه‌های ایمان این قول لا اله الا الله است. بالاترین مکان آن لا اله الا الله است. و ادناها و پایین‌ترین آن باشد اماطة الاذى عن الطریق، دور کردن آزار و اذیت از زیر پای مردم. و الحیاء و حیا باشد شاخه‌های از ایمان به شمار می‌رود. از شاخه‌های ایمان به شمار می‌رود. روایت بخاری و مسلم است. پس ایمان تنها با اعتقاد نیست، بلکه با گفتار و عمل و اخلاق هم ظاهر می‌شود. این است معنای ایمان. پس نه همه مسلمانان مؤمن هستند، بلکه همه مؤمنان مسلمان هستند.